حتما تک تک شما با واژه آکبند آشنا هستید، اما این واژه از کجا آمده و ریشه آن چیست؟ طبق تعریف واژه‌نامه دهخدا، آکبند به معنی جنس و کالایی است که هنوز بسته‌بندی اصلی و اولیه آن باز نشده، کالایی که پس از تولید دست نخورده باشد. اما از معنای لغوی آن که بگذریم، جالب است بدانید که این واژه برخلاف تصور عوام در اصل متعلق به هیچ یک از زبانهای زنده دنیا نیست. آکبند نه واژه‌ای است پارسی، نه لاتین و نه مربوط به هیچ زبان دیگر، بلکه برداشت عامیانه‌ای است از عبارت United Kingdom Band که به معنی بسته‌بندی شده انگلیس می باشد. در زمان رونق بندر آبادان کمی پیش از انقلاب اسلامی، بیشتر کشتی‌های تجاری بار خود را در این بندر تخلیه می کردند و البته این کشتی‌ها عموماً انگلیسی و حامل اجناس ساخت انگلستان بودند. در همین دوران حین تخلیه کشتی‌ها روی اجناسی که جنس مرغوبی داشتند نواری زده می‌شد که روی آن عبارت یوکی بند درج شده بود، اما این عبارت به اشتباه توسط کارگران بندر آکبند تلفظ می‌شد. سپس این واژه اختراعی اندک اندک وارد زبان پارسی شد و همکنون نیز به معنای کالای نو با بسته‌بندی اصلی کاربرد دارد. دوستان خوبم، مرسی از توجهتون. لطفاً اگر اولین بار از کانال ما را تماشا می‌کنید بر روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و همراه همیشگی کانال وایت استار باشید. متشکرم.